در شب‌های قرار داریم که بهترین شب‌های عمر ما و شماست. شب قدر برادران عزیزم این جایگاه و فضیلتش خیلی زیاد است. همین است که خداوند جل و علا او را قدر، شب قدر نام کرده و مخصوص سوره درباره آن است. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح می‌فرمایند که همه عمل‌های انسان نتیجهش آخری آن است. یعنی اگر در این 20 روز اگر کوتاهی کردیم، اگر در این 20 روز خوب عبادت نکردیم، همکنون فرصت است برای ما و شما که این 10 شب اخیر رو که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که در این 10 شب شب قدر را شما جویا شوید، در این 10 شب شما عبادت زیاد کنید. خداوند جل و علا این شب را فضیلت و جایگاهش را بالاتر و بهتر از 83 سال گفته است و 30,000 روز معادل است برابر به این یک شب. اگر همین یک شب اگر عبادت کردی، پیش از همه باید ما چیکار کنیم؟ نیت‌هایمون را خالص بگردونیم. پیش از همه نیت‌هایمون را باید خالص کنیم. پروردگارا ما را کمک کن تا اینکه به رحمتی تو، به برکت این ماه مبارک رمضان برسیم. پس باید نیت‌ها چی باشند؟ پاک و خالص باشند پیش از همه. و دیمین عملی که باید ما در این 10 شب همه وقت عمل کنیم و به آن باید پایبند باشیم برادران عزیزم، این چی هست؟ دعا هست. ما و شما سوال میکنیم شب‌های قدر به ما آمد، ما چی گوییم؟ چی دعا کنیم؟ همین سوال رو مادرم حضرت عایشه رضی الله عنها از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم پرسیدند. فرمود پیامبر خدا اگر ما شب‌های قدر را دریافت کردیم چی دعا کنیم؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود قولی، بگو ای عایشه رضی الله عنها، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. پروردگارا اللهم انك عفو، تو بسیار آمرزنده و بخشنده ای، تحب العفو و دوست می‌داری به آمرزی، دوست می‌داری بندگانت را ببخشی، دوست می‌داری بندگانت را از آتش جهنم برهانی. فاعف عنا، پس پروردگارا ما را بیامرز، پروردگارا ما را بیامرز، پروردگارا ما را بیامرز. این دعایی هست که توصیه شده است برای این 10 شب اخیر. باید هر لحظه دعا کنیم، مخصوصا شب‌ها. پس یک نازکی زیاد دارد. مؤمن آنی که میخواد جایگاه و فضلی از فضل و برکت این شب برخوردار باشد برادران عزیزم، چی است؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هر کسی که نماز خفتن را با امام با جماعت بخواند اجر و پاداشش به مانند انسانی هست که نیم شب را زنده داری کرده است. و اگر صبح نماز بامداد را با جماعت در مسجد با امام بخواند به مانند انسانی هست که شب را پر زنده داری کرده است. پیش از همه بعضی‌ها کوتاهی میکنند، نماز شب بسیار خوب ذوق و شوق دارند، شب نماز شب میخوانند اما نماز بامداد خوابند. این خود محروم شدن از فضل و برکت این شب است. پس باید پیش از همه نماز خفتن و همه نمازهای ما باید با جماعت در مسجد باشد و مخصوصا باید ما پایبند باشیم در این شب‌های قدر. پس برادران عزیزم هر شب حداقل 1 سومون هم باشد نیکی کنید، صدقه کنید. ببینیم پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می‌فرماید امتان من 60-70 سال عمر می‌بینند، اما اگر تو همین شب هر یک شب اخیر اگر 1 سومون، این حدی اقل است، مثال گفتم، هر کس خب دارایی دارد دیگر میتواند نیکی کند، باز زیادتر کند. ببینیم یک نیکی شما برابر آن است که شما 83 سال نیکی و صدقات خوبی کردید. هر شب قرآن بخونید، هر شب قرآن بخونید که در این شب‌ها قرآن نازل شده است. در شب قدر هر شب
استغفار زیاد بگویید. هر شب برادران عزیزم از یکی از خویشاوندانتون خبر بگیرید، با تلفن هم میشود، صله رحم رو بجا بیارید. هر شب اگر بیماری هست، قرضداری هست، عیادت کنید بیماران رو، دل آنها رو شاد کنید. هر شب در حق خود دعا کنید، در حق فرزندان، در حق پدر مادر، در حق وطن، در حق تمام مسلمانان روی دنیا دعا کنید. ببینیم چقدر ناامنی ها هست، کودکان خردسال هلاک می شوند و نمیدانند گناهشان چیست که آنها هلاک می شوند. چقدر فتنه ها در سرزمین های مسلمانان زیاد شده است، چقدر خونریزی ها زیاد شده است. دعا کنیم خداوند جل و علا امن و آسایش و صلح و برادری و اخوت مسلمانان را همیشگی گرداند. خداوند جل و علا صلح و وحدت و آرامی و استقلالیت این سرزمین زیبا تاجیکستان عزیز را ابدی کند. خداوند عاقبت و آخرت همه ما را نیک کند، دعاهایمان را اجابت فرماید. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. پروردگار گذشتگان همه ما را رحمت و مغفرت، روحانشان را شاد بدار برحمتک یا ارحم الراحمین.